Assalomu alaykum barodaroy aziz. Imroz ba xohish mo harakat kardem. Ye bolo berem borun boridesiz ast. Ka berem. Addir tamosho. Borun boridesiz ast dide ki بروی کامera چندی توزه کردیم توزه نشد خیلی بس میشود اینجا دین روز یک برادر خفه کردیم برادر بخشش برادر خفشدگی بخشش اومده بود همینجا که کاوگوشه کنیم راستی نموندیمش کم کم جنجال کرد ما هم جنجال کردیم که نه نمیتونی کاوگوشه کرده نموندیمش اداره گلدره گذاشتن گفتیم کاوگوشه حاضر نمیکنی یکم که مدکاو بداره دیم که وقتی کاوگوشه نشد وقتی کاوگوشه شد مدکاو خوکی شد در بروی تخمش بعد مرحمت بیا کاوگوشه که نرکاو کاوگوشه کرد نرکاو هم خیر هیچ گپ نه نرکاو میشه مدکاو برای که یک مدکاو وقتی خبیدی کشتی فکر که 10 تا 12 تا تخم میکنه 13 تا کاو کشتی 13 تا اگر که 10 تاش مودا باشه و یا با 130 تا 120 تا کاو میشه اصل دیگه های برادر عزیز اگر خفه شده باشه بخشش برآمدیم که همین خیلی که بچه‌ها رفتن چکری افتادن اینا چکری نه برآمدگی های دست شای نه اول شای اینجا چریده ایستن بچه‌ها اینجا جای تخسنگی های اینجا چریده ایستن ما هم چکلی که بچه‌ها گفتن عاشق روا دوست می‌داره ما رو خورده ایستیم ما راه یک تای رو گفتیم کریم در وقت رو خریدیم که اینجا قرص دیدیم قرص هم نو برآمده است اولش سرشویش چکری مایده های در جاهای گرم برآمده است قرص هم همین خیلی این برادر یک چند دونه قرص سر زده است برآمده است او میریم نه برادر تحت ایستن کفته ایستن ما اومدیم که این اینجا دیدیم چکره رومدگی نه که مایده هنیا بچه ها یکم چکریم سلای مایده که نه که ایتا ایستن میشوتیم باید با مزه باشم شیرینم ترشم هست شیرینم هست به حال خوب میگذره موقع چکری خور نیستیم سامبوسا خیمیکات درست کرد نه توزا درست پریز چیه خلیل؟ علف اینه میگن علف خلیل پودینا و همه چیز کسالا کمینا رو پودینا چکری همه چیز همه چیز سه موقع چکری خور نیستیم به ما این اوف چهل مرکب بزنیم شاید هم ترما هم جمعه همین خیلی تا همین لای در رمضان ترمای تین جمعه است هم بار همش ترمای برادرو گفتیم که تابستان تیرما میره رو هست همین تاوی هم طرف بوده همینجا تاوی هم ترمونده من در همینجا رو قریب که تا تیرما ها همینجا روی نو برآمدگی پیدا میکنی یکی از هیزم زده است پاری نه همینجا موندگی هم نبرده است شو هیزم ها ای طرف ترمون
اسب جرشدگی همینجا جرشده بود با این پوینا. سلام علیکم. برادرها امروز روز بارونی، هوای اورناک، شمال خنک، تمام بعد خمیدگی نقشیرا، جاهای نقشیرا تمام دارم ندیدیمشون، ولی پایان‌تر تماشا کردیم، یگان چیز زیاد نیست، یگانش ندیدیم، همش سبب بارونه. های خوب شد که یک بار اومدیم تماشا کردیم، یک разведка کردیم، این شد. نصیب باز اینو برمیگردیم. های با در ویدیو تماشا میکنی. هم بچه وازی باید بغلطه، باورکنی هم میغلطه، نگفتم شریف حالی پایونده نه تینچ بردار اوی هست که بعد دیهای لایرانی پایون میروه. همجا کانال کندگی هم جبور کندگی هم در دوره شوروی، دوره سویز اینجا ایرا میگن خندق. در اینجا یک تا یومیزی اکسکاواتور دیجورنی بود داریم در همینجا را میکن تازه میکرد، یک تا 75 دیگر بود همینجا را میکن تازه میکرد برای اوی گلدره خوکوای در خندق تکشون شوا بعد به اینجا بروا. بعد دوره سویز کسی را تازه نکرد، همین خیلی پر شد رفت، تروبه ها هم ویروش شدن. ای وقت ماندگی همین دروازه ها. رمضان گله و خود برادر با اینکه خیلی حرکت کردیم بالا در هم بلندی در یک جای گرمی خورش دیدیم. این رو باز در باره رو برادر یک صحبتک میکنیم یا تب کنیم حال. خیلی
برادرها بعضی ها گفتن که راه ریشش میکنی خیلی برادرها وقتی که راه محقق میگیم ما محقق همه که از زمین نو اومده است یا در تک زمین هم رو محقق میگیم محقق باشه اگر سر ریشش هم بر ریشه رو کلان های سر ریشش برای همونجا باز میبره یک تنه چند تا رنگ درختی بید چند تا میبره یعنی که این ریشه کندن نیست روی جا نسبت روی دهمون بوی بسیارتر دارن و تیزترن میگردیم طرفی زنبورو قرچ ها برادرو همه قرچ زنبورو دمیدگی های ولی وقتی قرچ نشیدگی نیست در بعضی جاهای گرم برآمده است کم کم اینجا هم یک تدگه برآمده است اینا رو از ما میبریم میگیریم آلا میخیل انا همه برادرها قرچ توزه نو برآمدگی ایناش میگیریم قطعی اینش انا های برادرها ما در پاکت پرش کنیم با چخشق منیم چی چینده های؟ رو نه رو واه نه رو انا نه رو اینه با سر کن ای نهش سنلاخی میگن ایران این سنلاخی ها رفت سجانی اینه ایش بو سرو ها ای بو بچه ایشه انا ای دیگر چلان؟ انا ایرا میفرد که بخی روانه؟ ایرا میبره وزی میخری؟ نه برای شفا ساوتی هم که رو باید میبریم رئیسو بخرن خیلی بود چقدر پیونو میریم ده حق ما دعا کنن ده حق ما دعا کنن اگه پرابلم میگرده خیلی پرابلم حل میکنن نه برادرو یکم کیلو شیده زیادتر رو چکرت قرچ توقع چغورا خورچ رو بود جدو رفته ایستیم پایون برگشتیم یک هوای تازه دم گرفتیم اومدیم یک خوراک نصف روزی خوردیم گشتیم باز روزی هوا نصیب باشه میبینیم تماشا میکنیم حتما یگانچه پیدا میکنیم حاضرش برگشتیم رفته ایستادیم در راه باز جایی هست که باید خورچ داشته باشه قرچ اونجا هم خبر میگیریم و میریم کبگور دیدیم برادرها بارون بود نوار گرفتن نتونستیم خیر برادرها رسیدیم در جایی که اسب رفته بود آن همینجا رفته بود واو انا جری اسب همینجا بلا گوه رفته بود یه پوتا میزنیم میجیم با واه چقدر هوشتگه هر راه و امیل الله وقت میریم